من خوب نفهمیدم که عبدالرازق صنعتکار است یا با گفته کدام یک سگ بچه. صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. سلام تماشابینان عزیز. طور شما میدانید عبدالرازق یک نوجوانی معیوب را از پنجکین اول به بهانه طبابت به شهر دوشنبه آوردند. اولاد میدیا. ولی تا امروز هم در آغوش والدان. خوب یعنی که فرزندتون را صاحب کردن نگذارید تا استفادهش برند. این دایه شیرده مادر طفل شما نیست. و از طرف دیگر من به این جوانان گفتنیم که این جنگ اندازی دو نوجوان معیوب اگر از گناهش گذاریم کار جوان مردی نیست. شما اگر ایمیج میخواهید صدها وریانت های